سلام. اگه میخوای بدونی تا 1 ماه آینده چه اتفاقاتی برات میفته حتما این ویدیو رو نگاه کن. خب همونطور که مشخصه من دارم برای یک سریا که مخصوصا قصد بارداری دارم براتون بارداری میبینم. داره نشون میده که ممکنه یک سریا بارداری داشته باشن، چون افتاده که ممکنه توی زندگی حالا مثلا متأهلیشون احساس تنهایی میکنن، دوست دارن که مثلا بچه دار بشن، بارداری افتاده. حالا از طرفی دارم برای یه سریا به رفاه رسیدن مالی توی این 1 ماه میبینم. ممکنه که یه سری پول دستتون بیاد که بخواید حالا باشه کاری انجام بدید، ولی حتما به یه آسایش مالی تا 1 ماه آینده میرسین. من اینجا دارم یک سری اتفاقات خیلی باور نکردنی افتاده برای یه سریا، چون کارت معجزه افتاده، این کارت رستاخیز افتاده که حتی برای بعضیا ممکنه که یک دوره، یعنی به این معنا باشه که یه دوره سختی رو پشت سر بذارن، تموم بشه براشون. و برای یه سری هم حتی میتونه اینجوری باشه که اگر مثلا مریضی اطرافتون کسی هستش که بیماره، خوب شدن برش افتاده، یا حتی خودتون اگر بیماری دارین افتاده که حالتون خیلی خوب میشه. خب من دارم میبینم که از یک شخص خیلی عصبی هستین، یا ممکنه یه نفر خیلی ناراحتتون کرده باشه. بهتره که رابطتون رو باهاش قطع کنین و این اتفاق ممکنه بیفته تا 1 ماه آینده، چون این شخص اگر توی زندگی شما باشه، یعنی بخواین اجازه بدین که همیشه توی زندگیتون باشه، ممکنه خیلی دل شما رو همیشه بشکنه. دقیقاً افتاده ارتباطتون اگه قطع بشه، فرصت براتون باز میشه که شخصای دیگه‌ای بیان سمتتون، و همین الانش هم ممکنه که یک نفر از شما خوشش میاد و دلش میخواد بیاد سمتتون، ولی چون حالا ممکنه توی رابطه هستین با شخص دیگه‌ای، افتاده که اون شخص نمیخواد این کار بکنه. ولی اگر حالا رابطتون تموم بشه با اون شخصی که اذیتتون میکنه یا رابطتون باش خوب نیست، افتاده که بعدش یه نفر دیگه میاد سمتتون که خیلی متفاوته رفتار و اخلاقش. خب من در کل یک سری شروع جدید میبینم. میتونه شروع یک رابطه باشه، حتی ممکنه برای بعضیا ازدواج باشه، برای بعضیا هم دارم